وقت بخیر. خیلی خوش اومدیم به اولین تمرین پایتون. میریم سراغ صورت مسئله و ادامه کد نوشتن. تمرین اول چی از ما خواسته؟ از ما خواسته که برنامه‌ای بنویسید که یک عدد رو از کاربر دریافت کند و مشخص کند عدد زوج است یا فرد. بریم که اینو با هم دیگه بنویسیم. خب میایم توی محیط VS Code. اولین کاری که ما باید می‌کردیم چیکار می‌کردیم؟ باید یه عدد رو از کاربر دریافت می‌کردیم. خب به این صورت x مساوی input number، یه عدد رو وارد کنیم. عددی که از کاربر رو میگیریم بیرزیم داخل x. بعد حالا میخواییم که عدد رو مشخص کنیم که زوج هست یا فرد. طریق به دست آوردن زوج بودن یا فرد بودن عدد به این صورت بود که عدد رو تقسیم بر 2 میکردیم. اگه باقی مونده 0 بود زوج میشه، اگه باقی مونده فرد بود، اگه باقی مونده 1 بود عدد فرد میشه. خب می نویسیم if اگر x تقسیم بر 2 می‌نویسیم x تقسیم بر 2 مساوی 0 بود، مساوی 0 بود، بیا چاپ کن yes. اگه باقی مونده تقسیم x عددی که کاربر وارد کرده برابر 0 بود yes رو چاپ میکنه. در غیر این صورت بیا، یعنی اگر نبود else برای ما چاپ کنه بیو نو رو چاپ کنه. خب حالا این سیو میکنیم و میریم که یه اجرا بگیریم با پایتون set exercise 0. اینو باید ماجور کن داد پای. خب میگه عدد وارد کنیم. ما عدد مثلا 15 رو وارد میکنیم. اینجا خطا میخوریم در واقع. چرا به این خطا میخوریم؟ داره به ما میگه تایپ ارور، خطای نوشتن. میگه شما نمیتونی کانورت کنین یه دونه استرینگ رو با فرمت استرینگ، در واقع نمیتونین روش عملیات انجام بدین چون عددی که شما از کاربر گرفتین استرینگ هست و باید اینو در واقع به صورت اینتیجر از کاربر دریافت کنیم. برای اینکه عدد رو تبدیل به اینت کنیم میایم اینجا یه فیلتر قرار میدیم یا تبدیل به اینت میکنیم همین اول. به این صورت خیلی 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 ساده. الان عددی که از کاربر میگرفت رشته بود، در واقع با این کار ما تبدیل به اینتیجر میکنیم میرزیم داخل x. بعد x رو تقسیم بر 2 میکنیم. اگه باقی مونده 0 بود مینویسیم yes یعنی زوج هست، اگه نو بود یعنی نیست. خب دوباره میایم اجرا میکنیم ببینیم چی خواهد شد. عدد مثلا 18 رو من میدم. ببخشید من اینو سیو نکرده بودم، دوباره اجرا میکنیم اینجا. خب عدد 18 رو من میدم، میگه yes. بعد عدد مثلا 11 رو میدم که فرد، میگه نه. این از اولین تمرینمون بود. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. لایک و سابسکرایب یادتون نره و بریم سراغ تمرینات بعدی. خیلی ممنون.